ما در دوران صاحب استقلالی مقام زنان را در جامعه مرحله به مرحله بلند برداشته برای آنها شرایط مناسبی فعالیت را فراهم آوردیم. امروز بانوان ما در برابر فعالیت در نظام خدمت دولتی کارخانه‌های استحصالی خدمت رسانی تأسیس داده همچون صاحبکاران موفق صاحب احترام و آبرو گردیدند. در ظرف سالهای صاحب استقلالی شماره زیاد زنان و بانوان لیاقتمند و بلند اختصاص به خدمت دولتی و اداره کنی دولتی جلب کرده شدند و این روند بی بد نیز ادامه داده می شود. گیل یعنی عضوی نوبتی روزنامه خطلان روی کار آمد که شما شتابید و اشتراکچی این آزمون بگردید. با مقصد بلند برداشتن مقام زن در جامعه و به افتخار 25مین سالگرد به توصیف رسیدن فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره بلند برداشتن مقام زن در جامعه، روزنامه خطلان تحت عنوان زنان نگین تاج ملت آزمون ایجادی را اعلام می‌کند. در آزمون روزنامه‌نگاران، شاعران، قلم‌به‌دستان و همه کارمندان کسب و کار گوناگون اشتراک کرده می‌توانند. شرط‌های آزمون چنین است: شما درباره زن در سیاست، زن آموزگار، زن هنرمند، زن صاحبکار، عموما درباره مقام زن در جامعه مطلب خود را روی کاغذ سیاه کرده به عنوان روزنامه خطلان ارسال میکنید. باید مطلب شما نه بیش از 4 صفحه با حروف اندازه‌اش 14 نوشته شده باشد. این روزنامه خطلان یعنی آزمون ایجادی تا سال 20 نوامبر سال 2024 ادامه میکند. شما امکان دارد که طریق نشانی‌های زیر مطلب خود را به عنوان روزنامه خطلان ارسال نمایید، یعنی که طریق رقم 985 33 33 97 که در آن واتساپ و تلگرام است مطلب خود را به ما پیشنهاد سازید. زن نگین تاج ملت یا نگین تاج خانه است. ما مطلب‌های شما را در آزمون منتظریم.